بخشنده و مهربان. بزرگ هموطنان عزیز، خیلی غمگین هستم برای برادر ما عزت امان که از یک نامرد، یک دشمن نامرد داریم به نام رژیم خودکامه امام علی رحمان خودی کماندارش امنیت دیگه چیزا غیر پوشیدن برادر عزت امان روسیه دزدیدن. ای ملت شجاع، ای مهاجرانی که در روسیه هستند، از همو شر نر میگرفتین. عزت امان برادر در خدمت مهاجران روسیه بود. شب و روز در خدمت به کسل شد، بیمار شد، کرونا شد، با در خدمت ملت تاجیک در روسیه مهاجران تاجیک را دستگیری میکرد. شر نر میگریخت و معلوم میشه شر نر تو در برای عزت امان بخیزین دفاع کنین. شکار نمیکنین، قانون قطعی عزت امان را دستگیری کنین. مردم ما همینن، شیر نر نمیدونم تو یک تایی تو دو تایی ما از پشت تو هستیم، ما همراه تو هستیم، ولی وقتی که مشکل ایجاد شد دیگه در پهلو طرف دیگه میکنی که یگان پلنگ نیست، یگان شغال نیست، هیچ کس دیگه ماندگی نیست. بنابراین وقتی که مشکل برای سر یکی کرامت آمد ما هیچ کس ندیدیم. این مرد در خدمت ملت بود و می شود گفت عمر خدا و جان خدا برای خدمت این ملت سپری